in einer Zeit, die längst vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. زبان و شیوه برشت در شاعری شعر مدرن جهان رو تحت تاثیر قرار داده، اما با این همه او از طریق نمایشنامه‌هاش مشهور شد. برشت در سالهای دهه 1920 میلادی که برلین پایتخت تئاتر جهان بود، با آوردن تئاتر روایی که از سویه‌های برجسته آموزشی برخورداره و با از بین بردن فاصله بین صحنه و تماشاگر و توهم‌زدایی از تماشاگر تئاتر، به راستی که انقلابی در صحنه‌های تئاتر جهان به وجود آورد. برشت از نوجوانی یک انسان معترض بود. وقتی که به دبیرستان میرفت، جنگ جهانی اول تازه در گرفته بود. چون حاضر نشد یک شعر ملی و میهنی رو بخونه، از مدرسه اخراجش کردند. بعدها به عنوان دانشجوی پزشکی در جبهه جنگ در بیمارستان صحرایی مجروحان جنگی را مداوا می‌کرد. این تجربه و دیدن صحنه‌های بسیار دلخراش باعث شد که برشت تا پایان زندگی با هر گونه جنگی و به هر بهانه‌ای مخالفت کنه. Ihr Herren, die uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden. Damit fängt es an. اون چه که شنیدید ترانه‌هایی بود از اپرای سپولی، یکی از موفق‌ترین آثار برتولت برشت. با روی کار آمدن هیتلر، برشت در سال 1933 آلمان رو همراه همسرش هلن وایگل ترک کرد. تبعید او 15 سال به درازا کشید و مهمترین آثارش یعنی زندگی گالیله، ننه دلاور و دایره گچی قفقازی رو در تبعید نوشت. برشت در سالهای تبعید یکی از مهمترین اشعارش رو به نام خطاب به آیندگان نوشته. در این شعر که سطرهای پایانیش رو با صدای خود برشت میشنویم، او از آیندگان خواهش میکنه که خطاهای او و همنسلانش رو ببخشن، به او و همنسلانش که میخواستن زمین ساز مهربانی باشن سخت نگیرن و آن وقت که انسان تونست یار انسان باشه به نیکی از او و همنسلانش یاد کنن. چند سطری از این شعر رو با هم میشنویم. Wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es so weit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht. برشت در سال 1948 میلادی به برلین شرقی برگشت و همراه با همسرش گروه نمایش تئاتر برلین رو بنیان گذاشت. از اون به بعد بود که به شهرتی جهانی دست پیدا کرد و آثارش به زبانهای گوناگون ترجمه شدن و روی صحنه‌های تئاترهای جهان به نمایش در اومدن. دایره گچی قفقازی هم یکی دیگه از مهمترین آثار برتولت برشته. او این نمایشنامه رو 1 سال پیش از پایان جنگ در دانمارک نوشته. مهمترین درون مایه دایره گچی قفقازی عدالته. پادشاه رو سرنگون کردن، فرماندار رو هم اعدام کردن، زن خدمتکاری به نام گروشه به عقد سربازی به نام سیمون در میاد و فرزند فرماندار رو که یتیم مونده به فرزندخوندگی قبول میکنه. پس از پایان جنگ زن فرماندار فرزندش رو طلب میکنه و کار به دادگاه میکشه. قاضی دایره گچی دور کودک میکشه و از 2 زن میخواد که دست کودک رو بگیرن و به طرف خودشون بکشن. هر کس که بتونه کودک رو از چنگ اون یکی در بیاره، کودک از آن اوست. طبعا مادر واقعی کودک که دلش نمیاد فرزندش از این کشاکش رنج ببره، دست کودک رو رها میکنه و قاضی متوجه میشه که مادر واقعی کودک کسی نیست جز همون زن خدمتکار. برشت در این نمایشنامه اشرافیت رو به خودخواهی محکوم میکنه، مالکیت رو نفی میکنه و تعریفی کاملا متفاوت از عدالت به دست میده. صحنه کوتاه از این نمایشنامه رو با هم میشنویم. Eine Frage an meinen Herrn richten. Ich bitte. Heiter scheint Ihren Herzen seit einiger Zeit besonders nah zu
schenkte mir einen Erben. Sie haben mir seit langem nicht mehr die Ehre eines weltlichen Besuchs erwiesen. Ich bin Ihnen Rechenschaft nicht schuldig. یکی از مهمترین ویژگی‌های تئاتر روایی بیگانه سازیه. برشت موفق شد با بیگانه سازی کاری کنه که تماشاگر با آدم‌های صحنه همزاد پنداری نکنه و نگاه و درک انتقادیش رو نسبت به کنش آدم‌های صحنه از دست نده. هدف برشت این بود که تماشاگر و خواننده رو به اندیشه و تأمل درباره سیاست و جامعه وابداره، با این امید که اثر ادبی و تئاتر بتونن منشأ دگرگونی‌های سیاسی بشن. Eine Faule oder Platze, da machen die Reichen daraus ja nicht